توی این مدل دستگاه بوتان ولوم سمت چپیه 3 تا کار انجام میده. خب کار اولش میشه این پایین پایینیه عکس شیر آب کشیده. خب میشه حالت تابستونه دستگاه که فقط آب گرم داری. خب بعد با این یکی ولوم که عکس دوش آب کشیده دمای آب رو تنظیم میکنی که ماکسیموم 60 درجه است. حالا تو بعض دستگاه 5 تا بالا 5 تا پایین. خب بعد وسطیش علامت پاور خاموششه، یعنی بیاد اینجا میشه دستگاه خاموش. رو بالاییه که بیاد عکس رادیاتور کشیده، دستگاه میره روی حالت زمستونه. خب بعد حالا از اینجا 40 درجه شروع میشه تا 80 درجه، یعنی اینجا که میام میشه حالت زمستونه استارتش. حالا هر دمایی که میخوام اینجا براش تنظیم میکنم. درست شد؟ دوباره بیام اینجا وسط بیارم، دوباره دستگاه خاموش میشه. بیارم پایینم فقط میشه آب گرم مصرفی. اگر وا کنیم روشن میشه. که اگر آب باز کنیم دستگاه روشن میشه. درست شد؟ حالا تو دستگاه مختلف متفاوته. مثلا توی دستگاه ایران رادیاتور خب ولوم 3 تا ولوم داره. یه ولوم 0 و 1 برای خاموش و روشن کردن برق اصلیشه. باز یه ولوم عکس شیر آب کشیده، یه ولوم عکس رادیاتور کشیده که دماهاشو میتونیم باهاش تنظیم بکنیم. رفتیم حالا تابستون چرا پمپ هنوز کار میکرد؟ الان خاموش کرد دیگه. همون اون تا یه تقریبا یه دقیقه روشن میمونه چون رفتی بالا. زمستانه چند باید باشه؟ هر چی خود میخوای دیگه، هر دمایی که میخوای. خونه سرد بود به سرد بالاتر، باز زیادش گرم بود بیاد بخاری خونه. بخاری خونه مگه اندازه داره؟ هر موقع گرمت کم میکنی سردت زیاد میکنی دیگه. اینم همینه. درست شد؟ تو ایران رادیاتور هم میگن ولومش شده 3 تا. یه ولوم دمای رادیاتور، خب یه ولوم دمای آب، یه ولوم 0 و 1 داره که خاموش و روشن میکنه دستگاه. یه دونه چی ریست کردن پیچ خاموش روشن باید فرو چک کنیم.